مطلب عمر شیرخان که 27 نوامبر سال 1992 در روزنامه ندای رنجبر حالا کمونیست تاجیکستان تحت رقم 37 به تب رسیده بود، دوباره در روزنامه SSSR منظور شما گردید و همکنون سیسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند 16 نوامبر آغاز گردید و ادامه دارد، مجلس نوبتی خود را 18 نوامبر از محاکمه مسئله های آغاز نمود که بر روزنامه سیسیه داخل شدند. بعد از مبادله افکار نسبت در آوردن تغییرات به ماده های 102 و 107 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان، مسئله مذکور از روزنامه سیسیه برداشته شد. در سیسیه درباره استاتوس دپوتات های خلقی جمهوری تاجیکستان قانون قبول گردید که ضمن آن به قانون جمهوری تاجیکستان تغییرات درآورده شد. اظهارات گروه دپوتات ها را نسبت صدا و سیمای تاجیکستان دپوتات تبروف قرائت نمود که آن نارضایی ایشان را عاید خبر به اساس پخش نمودن این تشکیلات در بابت ترک مجلس نمودن اعضای حکومت بود. سپس وکیلان مردمی در بابت پیش از مهلت قطع گردانیدن وکالت یک عده دپوتات هایی که از جمهوری رفته‌اند قرار قبول کردند. اجلاسیه آن روز همچنین استعفای اعضای ریاست شورای عالی و جانشین رئیس شورای عالی را پذیرفت. مجلس نوبتی سیسیه شورای عالی تاجیکستان 19 نوامبر مسئله درباره بازخواند رئیس شورای عالی تاجیکستان را مورد بررسی قرار داد. طبق پیشنهاد وکیلان دپوتات حبیب الله تبروف پیشبری کار سیسیه را بر عهده گرفت. رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان اسکندروف در خصوص وضعیت جمهوری طی مدت راهبری خود اخبارات داد. اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری رئیس شورای عالی اسکندروف از جمله ابراز داشت که در این دوره اداره‌های دولتداری قریب وجود نداشتند. حکومت باشد از عهده مضافات خود برآمدن نمیتوانست. طور به همه معلوم است در شهر دوشنبه 13 ستاد مسلح حتی بیشتر از آن هم وجود دارد. بعضی ها در چنین عقیده اند که گویا این ستادها به خاطر دفاع حکومت تأسیس یافتند، ولی این طور نیست. آخر خود این ستادها که غیر قانونی تأسیس یافتند چی طور حامی حکومت بودن میتوانند؟ اکبرشاه اسکندروف همچنین به سوالهای وکیلان مردمی نسبت جابک جاگذاری کادرها نیز پاسخ گفت. رئیس شورای عالی به سوال آنکه گویا شادمان یوسف را به صفت سفیر تاجیکستان در روسیه تأمین نموده باشد گفت که در حقیقت چنین قرار آماده شده بود، ولی به آن تا به این روز امضا نگذاشته است. رئیس شورای عالی اکبرشاه اسکندروف طبق مقررات موجوده بازخوانده شد. بعداً مسئله انتخاب رئیس شورای عالی صورت گرفت. وکیلان مردمی دپوتات خلقی تاجیکستان امامعلی رحمان را به این وظیفه نامزد ارزنده و یگانه دانستند. نتیجه انتخاباتی پوشیده چنین بود: امامعلی رحمان با 187 آواز طرفدار و 11 آواز مقابل رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان انتخاب گردید. همچنین طبق روزنامه مسئله درباره استعفای رئیس جمهور رحمان نبیوف بررسی شد. سر این موضوع اندیشه ها گوناگون بودند. از این رو موافق خواهش وکیلان مردمی رحمان نبیوف به اجلاس شورای عالی دعوت کرده شد. رئیس جمهور از فعالیت کاری خود، وضع جمهوری و سبب استعفای مجبوری خود به وکیلان معلومات داد. سپس رحمان نبیوف اظهار نمود که اگر از وظیفه رفتن او باعث آرامی و آسودگی ملک و قطع جنگ و خونریزی گردد، وی تیار است که خود حاضر استعفا دهد. دپوتات ها استعفای رحمان نبیوف را از روز 20 نوامبر سال 1992 پذیرفته قرار شورای عالی را در بابت به تمام امتیازهای در قانون پیش بینی شده به نفقه گسیلانیدن موصوف تصدیق کردند. بعداً وکیلان مردمی دپوتات های خلقی تاجیکستان قایمداتوف را خاروق و خدیرالیف را ترسونزاده طبق پیشنهاد رئیس شورای عالی با آوازدهی کشاده جانشین رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب نمودند. وکیلان مردمی سر مسئله دیگر روزنامه محاکمه لایحه‌های قانون درباره مهاجران مجبوری یا خود گریزگان بحث و تلاش زیاد نموده برای تکمیل گردانیده شد. همچنین سرود ملی با نشان و پرچم نو دولت تاجیکان پیشکش وکیلان مردمی گردید. دپوتات‌ها صرف نظر از شرح مفصل اعضای ژوری سر آن نیز بحث زیاد کرده برای از نو تکمیل دادن پرچم و نشان دولتی ضمن پیشنهاد و ایرادهای ذکر گردیده
آن را موقوف گذاشتند. بعداً سسیه رئیسان کمیته‌های شورای عالی به استثنای کمیسیای آداب دپوتاتی و کمیته قانونبراری و اعضایان ریاست شورای عالی را انتخاب و تصدیق نمودند. صرف نظر از آنکه 22 نوامبر روز استراحت معین گردیده بود، وکیلان مردمی در کابینت‌ها کار کردند. روزهای 23 و 24 نوامبر نیز سسیه کار خود را تحت رئیس شورای عالی امام علی رحمان ادامه داد. یک قطار قرار و قانون‌هایی که به بهبودی زندگی مردم، بهداشت وضع کنونی جمهوری مساعدت خواهند کرد، محاکمه و قسما قبول گردید. در سسیه با نظرداشت بعضی پیشنهاد و مصلحت وکیلان با اندک تغییرات و دیگرگونی نظامنامه نشان و پرچم جمهوری تصدیق کرده شد. در رفت مجلس سسیه دپوتات‌ها همچنین اخبار وزیر کارهای داخلی عمران شاه افرا آگید به وضع کنونی جمهوری به خصوص شهر دوشنبه شنیدند. اجرا کننده وظیفه پروکراتور ژنرالی جمهوری تاجیکستان جورایف موافق طلب وکیلان نسبت دل جنایتی میر شهر دوشنبه مقصود اکراموف و گمانبر به قتل پروکرور ژنرالی تاجیکستان رحیم نورالبکوف معلومات داد. تا سرشوی مرافعه سودی آزاد نمودن مقصود اکرام به من هیچ وابستگی ندارد، گفت جورایف. میر شهر با رضایت جانشین یکم پروکرور ژنرالی تاجیکستان توخته پاچاملایوف به آزادی برآمده است. رحیم نورالبکوف باشد گفت وی حالا در محبس است. رئیس شورای عالی امام علی رحمان اجرا کننده وظیفه پروکرور ژنرالی جورایف را تاکید نمود که به سسیه شورای عالی حاضر شدن توخته پاچاملایوف را تأمین نماید، زیرا هنگام گرفتن رضایت وکیلان مردمی در بابت حبس کردن اکراموف محض رفیق پاچاملایوف کفالت گناهکاری او را داده بود. در رفت اجلاسیه بعداً به قانون درباره گریزه ها نیز دیگرگونی درآورده شد. طبق این تغییرات به گریزه های احتیاجمند تا 100,000 سوم قرض امتیازناک داده خواهد شد. سسیه یک قطار مسئله های دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد. روز 25 نوامبر در کار سسیه شورای عالی روز تاریخی دانسته شد. آن روز وکیلان مردمی سرمحصول کار کرده مسئله های زیادی را حل نمودند. چند از قرار و قانون های ضروری قبول گردیدند. وکیلان مردمی رجب و بابایوف رئیسان کمیته قانونگذاری، ترتیبات حقوقی و حقوق انسان و کمیسیه آداب دپوتات‌های شورای عالی و اعضایان ریاست شورای عالی تاجیکستان انتخاب گردیدند. در سسیه تلگرام ای پرزیدنت روسیه یلتسین به عنوان رئیس شورای عالی تاجیکستان امام علی رحمان رسیده بود خوانده شد. لحظه از همه جالب و فراموش نشدنی در کار سسیه 16 شورای عالی تاجیکستان به خصوص اجلاسیه امروزه واخوری سرداران دسته های مخالف با هم وکیلان مردمی بود. بعد از واخوری جداگانه سران جوانمردان سلاح بدست که مست تشبسکار آن رئیس شورای عالی تاجیکستان امام علی رحمان بود، آنها به تالار اجلاسیه وارد گردیدند. نماینده ها از هر دو جانب گپ‌هایشان را گفتند. معلوم که هر دو جانب آزرده خاطر و هر دو جانب علم درد و داغ دیدند، ولی هر دو جانب یک مقصد دارند: صلح، آشتی، دوستی. با هدایت رئیس شورای عالی محترم امام علی رحمان اول سردار گروه ها بابای سنگک و اکی جمعه آغوش دوستی باز کردند. بعد همه جوانمردان هر دو طرف یکدیگر را با آغوش گرفتند. وکیلان مردمی، مهمانان، نمایندگان اخبار عموم، خلاصه همه با چهره کشاده از جای خیستند و با کفکوبی بردوام این لحظه ها را که به صبرانه تمام مردم جمهوری انتظاری میکشیدند استقبال گرفتند. آره، این روز را در تاریخ تاجیکستان و تاجیکان با آب طلا باید نوشت و آنجا نام رئیس شورای عالی امام علی رحمان چون قاصد صلح نگاشته شود.